سلام دوستان و همراهان گرامی، خیلی خوشحالم که با یه ویدیوی دیگه همراه شما هستم. همونطور که میدونید ما توی این کانال اندیکاتورهایی که دوستان پیشنهاد میکنن برای استفاده رو تست میکنیم و تعیین میکنیم که آیا مفید هستن برای استفاده کردن یا نه. خب اندیکاتوری که امروز میخوایم تحلیل کنیم این تیترش هست که 85% وین ریت استراتژی نوشتن دوست خوبمون و روزی $200 درآمد. خب بریم روی نمودار ببینیم چه اندیکاتورهایی لازم هستش. اول ADX and DI رو به چارت اضافه میکنیم و بعدیش هم Firefly. خب تنظیمات ستینگی که نداره، فقط برای دیداریش اینا ایریا میکنیم. این رو هم کار نداریم. این تیکا رو بر میداریم. من اینجا رو هم سفید میکنم. یه تیکه انیبل بار کالرم میذارم. خب این دوستان گفتن هر موقع که این نمودار سبز باشه روند صعودیه و هر وقت قرمز باشه روند نزولی هستش. همینو من روی چارت با اون تیکی که زدم نشون میده. ببینید کندلا به رنگ سبزه و اینجا کندلا به رنگ قرمزه. این سفید هم خنثی هستش، پس اینو فعلا کاریش نداریم. ADX and DI هم تنظیمات ستینگی نداره، فقط برای بهتر دیده شدن. این رو هم زرد کنیم، این هم نیاز نیست. خب اینجا ما 2 خط نیاز داریم برای تعیین منطقه اشباع. خط رو آبیش میکنم که مشخص باشه و در منطقه یکیش در منطقه C هستش و بعدیش هم در منطقه 10. خب همونطور که دوست خوبم گفتن هر موقع خط سبز از خط آبی پایین تر باشه ما پوزیشنی باز نمی کنیم و هر وقت خط سبز از خط آبی بالاتر باشه باز هم ما پوزیشنی باز نمی کنیم. یه حالت منطقه اشباع داره. چه موقع پوزیشن باز میکنیم؟ موقعی که خط سبز خط زرد و قرمز رو بشکنه به طرف پایین ما پوزیشن سل میگیریم و به طرف بالا اگه بشکنه مثل اینجا پوزیشن بای میگیریم. ببینید اینجا این خط سبز اومده خط قرمز و خط زرد رو شکسته، پس ما اینجا یک پوزیشن سل میگیریم. بریم روی نمودار. اینجا یک پوزیشن سل، استاپ لاس بالای سوینگ قبلی و تی پی ریسک به ریوارد 1. ریسک به ریوارد. خب اینجا تاچ شده. یه بار دیگه اینو بیاریمش بالا. ببینید اینجا هم یه بار خط سبز خط زرد و خط قرمز رو این توی ناحیه شکسته، پس ما اینجا هم میتونیم یک پوزیشن بگیریم، پوزیشن سل. ولی خب اینجا اگه دقت کنید کندل سفید هستش، خنثی هستش، میتونیم نگیریم این پوزیشن رو. بعدی خب اینجا خط سبز خط زرد و قرمز رو به طرف بالا شکسته، پس ما پوزیشن خرید میتونیم باز کنیم. یه خرید هم اینجا باز میکنیم. استاپ لاس زیر سوینگ قبلی و تی پی هم ریسک به ریوارد 1 حتی 1.5 هم اینجا جواب میداده. یعنی توی این منطقه میتونستیم تیپیمون رو بگیریم. خب یه چیزی که دیگه عرض کردن این دوست خوبمون اینه که بذارید من اینو
هایدش کنم. یه اندیکاتور دیگه EMI هم مووینگ اوریج هم اضافه میکنیم به چارت. تنظیماتش رو روی 200 قرار میدیم. خب این دوست خوبمون گفتن هر وقت نمودار زیر خط زرد باشه ما فقط پوزیشن های فروش رو میگیریم، یعنی این پوزیشن تایید شده ولی این پوزیشن چون نمودار زیر خط EMA 200 هست ما طبق گفته ایشون نباید باز کنیم. چرا؟ چون یه جای ریسک ما رو خیلی مدیریت میکنه و هر وقت که نمودار بالای خط زرد باشه ما فقط پوزیشن های بای رو باید بگیریم. یعنی اگه بخوام بگم مثلا اینجاها اگه پوزیشن بای به ما داده بود میتونستیم بگیریم. خب اینجوری که سخته یکی بخوایم بک تست بگیریم و ببینیم نتیجه چطور میشه، یه راه حل دیگه ای ما انجام دادیم. اونم این هستش که اگه من بیام اینو اصلا کلن حذفش میکنم، فایل هم حذف میکنم، کارش نداریم. ما اومدیم این 3 تا اندیکاتور اوسیلاتور رو با هم دیگه ادغامش کردیم، ازش یه استراتژی در آوردیم که حدوداً 240-50 خط هستش. ما این کد رو میتونیم در اختیار شما قرار بدیم. توی یک فایل در اختیار شما قرار میدیم. شما تنها کاری که باید انجام بدید اینه که این کد رو کلا کپی میکنید، میایید توی این قسمت پایین ادیتور که باز کردید میتونید اگه این صفحه کدی داخلش نیست که میتونید کلا اینو پاک کنید یا اینجا اوپن و نیو استراتژی رو میزنید، هیچ فرقی نمیکنه چون نیو استراتژی هم بزنید کل این کدها رو پاک میکنیم و کدی که ما بهتون دادیم رو اینجا پیست میکنیم اد تو چارت. منتظر میشیم که به چارتمون اضافه بشه. وقتی خود استراتژی به چارت اضافه میشه یه بک تست خودش بهمون میده ولی ما خیلی اینو بهش اکتفا نمی کنیم چون بهتون میگم چرا. میریم روی چارت. خب ببینید اینجایی که ما یه پوزیشن شورت گرفته بودیم دقیقاً استراتژی هم پوزیشن گرفته. ببینید اینجا دقیقاً همین نقطه و TP رو اینجا قرار داده. چرا؟ چون حالا سوینگ رو اینجا تشخیص داده و تیپ استاپ لاس رو یه خورده مدیریت کرده و TP هم اینجا قرار داره. خب بریم گزینه‌های دیگه. اینجا رو باز نکرده چون ما گفتیم که زیر خط EMI 200 هست. اینجا هم یه پوزیشن باز کرده که متاسفانه با ضرر بسته شده. خب اینجا هم ببینیم یه پوزیشن شورت گرفته شده. اگه دقت کنید خط سبز هم خط قرمز هم خط زرد رو به پایین شکسته، پوزیشن شورت گرفته که با سود بسته شده. حالا ما اینو دیگه نیازش نداریم چون میدونیم استراتژیمون به خوبی داره کار میکنه. حالا تنظیمات استراتژی چی؟ استراتژی اونایی که با ما همراه بودن میدونن این استراتژی تنظیماتش قسمت اینپوت و پایین که بیاین استراتژی ستینگز هست. این تیکو که بردارید کل اطلاعات استراتژی از اینجا پاک میشه. استارتینگ بالانس داره، مقدار ورودی شما به مارکت هسته، شما با چه مقدار سرمایه وارد شدید، مثلا با $1000. ریسک به ریواردتون چقدر هستش که ما یک پیش‌فرض هستش. ریسک به ریواردم حتما میدونید چیه. وقتی اینجا ما استاپ لاسمون رو تعیین کردیم که این خط قرمز باشه و خط سفید خط ورودی ما باشه، ما میتونیم طبق این الان اینجا پوزیشن شورت ببینید ما خط استاپ لاس روی خط قرمز، وقتی خط سبز اینجا قرار میدیم ببینید ریسک به ریوارد حدودا 1 هست که یعنی دقیقاً 1 هست. ما این خطای انسانی دیگه نداریم چون دقیقاً 1 هستش. حالا اگه بیایم 1.5 کنیم میبینید که خط سبز یعنی TP ما جا به جا میشه.
ببینید خط سبز که تیپی ما هست جابجا میشه و میاد به این قسمت. الان اینو اگه بکشیم پایین ریسک به ریوارد 1 کنیم. خب پیشنهاد میشه حالا 1 کنیم کافیه، مخصوصا برای تایم فریم پایین تر. اوردر سایز میگه چند درصد از سرمایه درگیر هر پوزیشن بشه. 10% ما تعیین کردیم. شما میتونید تا 100% سرمایه برای هر پوزیشن رو اینجا انتخاب کنید. مثلا قرار میدیم روی سی. لوریجی که میخواین استفاده کنین چند هست؟ 5. پیش‌فرض هستش شما هر عددی میتونید باشین، مثلا لوریج 20 استفاده کنید. حالا اینا رو توی نتیجه ها خیلی تاثیر داره میبینیم. خب پیش‌فرض میریم روی ریسک به ریوارد 1 با 30% از سرمایه و لوریج 5. میبینیم که اینجا توی 17 روز و 21 ساعت گذشته 43 تا ترید انجام داده که 15 تاش موفق بوده و 28 تاش ناموفق بوده. وین ریت 34% که خیلی پایین هستش. استارتینگ بالانسمون $1000 وارد کردیم و موجودی الانمون بعد از این 43 تا ترید $858، یعنی $141 از سرمایه‌مون کم شده که ریترن 14% منفی داشته. مکس دراداونمون هم که 23% بوده منفی. خب پس این استراتژی توی چارت سولانای 5 دقیقه جواب بهمون نداد. ریسک به ریوارد رو تغییر میدیم، میذاریم روی 1 کنیم. میبینیم که 14% منفیه، میذاریم روی 2. 15% منفی ریترنمون. اوردر سایزمون رو زیادتر میکنیم، ریسک به ریوارد رو کم میکنیم، ببینیم نتیجه چطور میشه. بازم ریترن منفیه. لوریج رو خب ببریم بالا قطعا بدتر میشه اوضاع. 29%، مکس درادان 44%، که واقعا بد افتضاحه. پس سولانه 5 دقیقه رو تست کردیم، جواب نداد. بریم روزانه ببینیم چجوریه. روزانه که اصلا ما لیکوید شدیم کلا. حالا بیایم ببینیم چرا. خب 50% سرمایه درگیر کردیم، لوریج 10. ببینید چقدر تاثیر داره. من سرمایه درگیر رو میذارم روی 30%. باز هم یه ظاهرا شکست عجیبی داخلش بوده. ببینید لوریج رو از 10 آوردم 5، حداقل ریترن منفی 60 شد. ریسک به ریوارد زیادتر میکنم ببینم شاید نتیجه بهتری بده، که باز هم نتیجه خوبی نداره. اوردر سایز رو زیادتر میکنم، مشخصا نتیجه بدی بهمون میده. ببینید اینجا کافیه که شما لوریج یه خورده ببرید بالاتر. وقتی اندینگ 0 هستش یعنی کل سرمایه شما از بین رفته. خب بریم علتش رو ببینیم. البته روی سولانای تایم فریم دیلی هستیم. من بیام ببینم اینجا انتری 3 سال و 2 ماه گذشته یه پوزیشن باز کرده، پوزیشن سیل بوده که پوزیشن لانگ بوده، ببخشید پوزیشن لانگه که اگه به تیپی میخورده حدود 60% سود داشته برای ما. میبینید که حدود 38-9% ضرر بوده که حالا اینو ضرب در لوریجی که اینجا ما گذاشتیم 7 بکنید و ببینید چه فاجعه‌ای رخ میشه که فقط یه دونه ترید انجام داده، یه دونه هم ضرر، کل سرمایه رو از بین برده و خداحافظ. خب بریم چارت دیگر هم ببینیم. خب چارت طلا تایم فریم 5 دقیقه. تنظیمات رو یه نگاه بندازیم. $1000 ریسک به ریوارد 1، 50% سرمایه. ببینیم چی میشه. ریترن منفیه، 30% سرمایه ریترن منفیه،
ریسک به ریوارد رو زیاد کنیم. یه خورده بهتر شد که یعنی 0 شد، از حالت قبلیش خارج شد. ریسک به ریوارد 2، ریترن 1%. یعنی شما تو 25 روز 39 تا ترید داشتین که با وین ریت 35% نهایتا 1% بهتون سود داده. پس خیلی جالب نبود. سرمایه درگیر رو زیاد کنیم، اینجوری نهایتا تا 3% حدودا توی 1 ماه که جالب نیست. بریم توی تایم فریم 1 ساعته هم چک کنیم طلا رو. توی 1 سال و 7 ماه گذشته ریترن 9 داشته. من همون تنظیمات قاعدتا 1 حالا 5 رو اضافه میکنم. ریترن 16% توی 1 سال و 7 ماه. خودتون مقایسه کنید. دیلی توی 54 سال سرمایه 2 برابر میشه. خیلی من این فکر نکنم این اندیکاتور بتونه به دردمون بخوره. بریم چیزای دیگه هم ببینیم. خب بیت کوین دیلی رو میبینیم که جالب نیست. بریم بیت کوین تایم پایین، تنظیمات رو ببینیم چجوری میتونیم درست کنیم که اینجا مناسب حال ما باشه. ریسک به ریوارد رو یه خورده زیاد کنیم، سرمایه درگیر رو زیادتر میکنیم. ریترن منفی رفت بالاتر، قاعدتا لوریج رو ببریم بالا، ریترن منفی زیادتر میشه. ریسک به ریوارد 1، ریترن منفی 11% توی 17 روز. ریسک به ریوارد 2، ریترن 13% منفی. پس جالب نبود. توی بیت کوین تایم فریم بالا و پایین هر دوتا رو تست کردیم، جالب نبود. یه تایم فریم 1 ساعته هم بریم. 1 ساعته توی 7 ماه ببینیم اینجا میتونیم با تنظیمات به نتیجه بهتری برسیم یا نه. ریترن 29% میشه 40%. سرمایه درگیر رو زیادتر میکنیم، لیوریج رو زیادتر میکنیم. خب ببینید لیوریج رو 10 کردیم که به نظرم بالاست. خورده اوردر سایز هم 50% سرمایه رو درگیر هر پوزیشن کردیم که اون هم بالاست. ریسک به ریوارد هم 1.5 کردیم که اون هم از 1 بالاتر دیگه. 1 قاعده کار ماست. ولی توی بیت کوین توی تایم فریم 1 ساعته توی 7 ماه و 23 روز گذشته 136% سود به ما داده با این اندیکاتور و این استراتژی. ولی یه چیز مهم، مکس درودان 42% هم داشته که من نمیپسندم. برای اینکه مکس درودانی بیایم پایین تر باید لیوریج قاعدتا بیایم پایین تر. ببین مکس درودان شد 21. خب همونطور ریترن کم میشه ولی ریسکتون خیلی میاد پایین تر. بهتره با لیوریج پایین تر کار کنید ولی یه خورده دیرتر به اون چیزی که میخواین میرسید. ولی حداقلش اینه که سرمایه‌تون در خطر کمتری قرار داره. پس این اندیکاتور و این استراتژی برای بیت کوین 1 ساعته مفید بود. قاعدتا ماهی تقریبا 10%، حدودا 10%، 9% بهمون سود داده که خوب بوده. ببینید هر استراتژی رو باید توی تایم فریم مختلف تستش کرد، روی چارت‌های مختلف تستش کرد و در نهایت رسید به اون جایی که خودتون روی یه چارتی که خودتون هم دوست داشته باشین جواب بده، روی تایم فریم جواب بده و پیاده سازیش کنید و ازش سود بگیرید. بنابراین این استراتژی تست کردیم، روی سولانا تست کردیم، روی طلا تست کردیم، روی بیت کوین هم تست کردیم. روی بیت کوین جواب داد. ممکنه روی جفت ارزا
جواب بده، بهتر جواب بده. اونا رو خودتون میتونید تست کنید، فایلشو میتونید براتون بفرستیم و خودتون روی چارت بندازین و تستشو بگیرین. خیلی هم راحته. اینجا فقط کافی بود که کد رو وارد کنید و نتیجه رو ببینید. تنظیمات هم میتونید انجام بدید. بهتون هم میگه توی چه مدت زمانی این ریترن رو شما گرفتید. پس این وین ریت 85% این استراتژی رو تست کردیم که نبود همچی چیزی. روزی $200 درآمدم. نمیدونم با چه سرمایه اولیه‌ای این $200 رو در میارم. ممنون که با ما همراه بودید. من نحوه دسترسی به این کدها رو براتون میذارم توی کپشن همین ویدیو، ببینید. اگه اندیکاتوری رو دیدید که دوست داشتید و خواستید که بک تستش رو بگیریم، حتما به ما اعلام کنید. در صورت امکان این کار رو انجام میدیم. و اینکه اون دوتا ویدیو قبلی هم که در مورد دوتا اندیکاتور بود که یکیش واقعا خوب بود، این تبدیل $100 به $80,000 بد نبود. میتونید برید ببینید. ما رو سابسکرایب کنید، لایکمون کنید و همراه ما باشید. ممنون دوستان که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.